ببینید سوال بهترین برادرم الله اسلام کنه. در روز قیامت سه جماعت وجود دارد: کفار و مشرکین، مرتدین، طاغوت ها، طاغوت پرستا که اینها آشکار و واضح کافر و مشرک است. در این دنیا کفر شرک آشکار و واضح کرد. آنها در یک طرف و در یک طرف دیگر مسلمان ها، یعنی کسانی که در این دنیا مسلمان بودند، حکم ظاهری مسلمانی. حالت های همه فرق میکند، از همدیگرش کم کمی فرق میکند. این دو. اما قسم سوم منافق هایی که در بین مسلمان ها حال و هم در روز قیامت ایستاده است. وقتی که الله ساقش را باز میکند، مؤمنین موحدین صادقین الله با سجده میکند. یوم یکشف عن ساق و یدعون الى السجود فلا یستطیعون. منافقا باشد روزی که الله ساق پایش باز میکند، وقتی که میخواهند که سجده کنند، پشتشان ستون مهره پشتشان به مانند تخته راست میشود و به جای اینکه خم شوند به طرف پیش سجده کنند، به عقب به پشت میغلطند، سجده کردن نمیتوانند. انا همینجا منافقا فهمیده میشد که اینا منافقند، لیکن با وجود این در همینجا میایستند. و منافقا همراه مسلمان ها حتی به پل صراط میروند. به پل صراط سوره بقره به این دلالت میکنه: صم بکم عمی فهم لا. در دوام آیه وقتی که صفحه دوم بمیره: بارك الله فيكم مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنوره. یعنی منافقین به پل صراط میبرند اما نور ندارند. پل صراط به خود عذاب‌های گوناگون دارد. 30,000 سالینه راه است، بلند است و پست است. به خودش سگ‌ها دارد، به خودش خنجرها دارد، بسیار تاریکی و ظلمات است. در پل صراط انسان اگر نور ایمان و توحید نداشته باشد، عذاب بسیار وزمین کشیده بالاخره به جهنم می‌غلطد. اما موحدین نور دارد، صادقین و مؤمنین نور دارند. نورشان غر محجلین، جایهایی که وضو میکنند نور از روی چهرهشون نور میبرد. الله به مؤمنین و موحدین نور میدهد، به نورشون که از همه جسمشون میبرد راه پیدا کرده به رفتن میگه. اما منافقین باشند نورشون آهسته نابود میشود، نور نداشتند، هم کمتر و نیمکمتر گم میشود و سپس آنها به نوری موحدین میپیوندند. یعنی میخواهند که در پهلوی موحد از عقب موحد روند و یک کاری کرده رسند که نمیتوانند. الله سبحانه و تعالی آنها را راهگم میزناند. آنها در پل صراط، منافقا پل صراط میروند، در پل صراط بسیار عذاب‌های سخت میکشند. کلالیب چنگک‌ها یا خنجرهای پل صراط منافقا را زده به دوزخ میاندازند. انا اینجا منافقا در انمین پل صراط به دوزخ میگذارند تا همونجا آنها فریب و نیرنگشان گمان میکنن که میگذرند. اما نه، پل صراط، از پل صراط غیر از صادقین دیگر هیچ کسی نمیگذرد. حتی گناهکارهایی هستند که مؤمنین بودند، صادقاً مؤمن بودند اما گناه داشتند، گناههای کبیره، آنها هم در پل صراط حالتشان هر خیل میشه. یک قسم بسیار به عذابهای سخت هزارها سال از پل صراط میگذرند. یک قسمشون گذشته نتوانسته به دوزخ میغلطند و در دوزخ این مسلمان های گناهکار به قدر گناهشون میایستند، بیرون میشوند. یا الله کسی را خواهد شفاعت کردن به اجازت میتهد، یا خودش یک قبضه میکند و میگیرد و میبخشد و غیره. بارک الله فیک. کفار مشرکینی که کفار مشرکین اصل هستند، مرتدین، راست به دوزخ انداخته میشه. منافقا به واسطه پل صراط از بالای پل صراط گذشته نتوانسته میگن. فهم شد برادر؟